آفرندگان برنامه مشهور پخت و پز پاییدیم برای تهیه شماره نوش باز به تاجیکستان آمده درباره غذاهای ملی تاجیکی و مکانهای دیدنی تاجیکستان برنامه آماده کرده است. هیئت ایجادی برنامه برای ثبت آن از دوشنبه و قلعه ایسار و نورک دیدن کرده برای خوردن چکری به دره ورزاب هم رفتند. در این برنامه آنها طرز پختن سیه علف و یلمه و سری چنین خوشمزه آمدن سمبوسه تاجیکی را آموخته تماشابینان را با جوراب‌های پامیری نیز آشنا می‌کنند. برنامه تازه پاییدیم از تاجیکستان روز 5 میلیون در شبکه تلویزیونی NTV نشر شد. در معرفنامه آن چنین گفته می شود برنامه پاییدیم به تاجیکستان برگشت. این دفعه فدریکو آرنالدی و گابریلا دی سیلوا کوشش کردند بفهمند که چرا برای هر سیاح از روسیه ضرور است که از این کشور دیدن کنند. فدریکو و گابریلا دوشنبه شکوفان و پیشرفت را دیده جوراب‌های پامیری را در پای خود چین کردند. اسرار دوختن چکن را فهمیدند. از مهمان‌نوازی تاجیکان به انگشت حیرت گزیدند و چند روز عید اشکم برپا کردند.